بله، موضوع یکدلی سرجمعی این خلاصه شریعت هست. حتی همین روزه ماه رمضان هم یکی از مقصدهایش، یکی از درس‌هایی که از این ماه میگیریم درس یکدلی، وحدت، برای آنکه همه بای و کمبغل از صبح صادق تا غروب آفتاب از خوردن و نوشیدن خودداری میکنیم و عبادت حج هم عبادت یکدلی وحدت است. تمام مسلمان ها این طرف از افریقا، این طرف از اروپا، این طرف از آسیا، همه در پشت یک امام، ناوابسته به ملت، ناوابسته به زبان، ناوابسته به مذهب، در پشت یک امام میخوانیم و اینها همش وحدت و یکدلی هست. نماز جماعت هم، روز عید، تمام مسلمان های شهر در یک مسجد یا در یک بلندی جمع میشوند باید، و در اهل دیه در یک روز 5 مراتبه جمع میشن به نماز جماعت. اینا همه وحدت است، اینا همه یکدلی هست. شریعت این چیزای سخت رعایت کرده است. ولی صحبت پیشتر ما گفتیم 2 آدم به نماز جماعت همراه نشد. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که برای شما چی شد که به جماعت همراه نشدید؟ حتی در یک مسجد مردم به 2 تقسیم شدنش شریعت نمیخواهد. بگذار در خانه نماز خوانده باشید، آمده در مسجد خوانید که نمود ظاهریش یک خیله باشد، جدایی نباشد. این شریعت همش به یگان به یکدلی میکند. ما یا صحبت درباره درد و دوا و درد فلسطین، درد عمومی هست، یا صحبت پخش مستقیم داشتیم. البته شاید او کم است، لیکن فقط فلسطین نیست برادران. امروز برادران اویغور حالتش از حالت فلسطین دیده خارتر است. برادران و خواهران فلسطین مردمی به عزت هستند. اونا ذلت به ذمه نگرفتند، خار شدن به ذمه نگرفتند، اونا مردن به گردن گرفتند، خانه و مال و ملک از دست دادن و فرزندای از دست دادن به عهده گرفتند، ولی ذلت و خاریه به عهده نگرفتند. اما مردم اویغور حالتشان ذلت و خاری هست. از این پیشتر مردم میانمار، حتی وقتی در زندان بودیم در یک گزیت یکی از شاعره های تاجیک، یک زنک، وقتی که یه شعر نوشته است: من میروم میانمار، من میروم همینک. یه زنی که ظاهرا اسلامی نیست، من میروم میانمار، من میروم همینک، بسیار برای من تاثیر کرده بود. یعنی شما امروز فقط فلسطین نبینید، حالتی برادران خواهران اویغور، خارترین مسلمان ها شاید در روی زمین اونها هست. هیچ کس اونها رو به زبان نمیگیرد. مردم فلسطین مردمی به عزت هستند، اونا در عزت هستند. کسی که از دست دادن اونا انشالله شهید هستند. اونا حتی در همین عذابی که در گرسنگی، در خنکی و این عذابی که در نظر ما عذاب است، در داخل وجود آنها راحت است. ذلت آن آدمی که خاریه به گردن گرفته است، اگرچه طعامهای خوب دارد، اگرچه زندگیش خوب است، لیکن خار و ذلیل است. اونا مردمی به عزت هستند. بنابراین ما وظیفه دار هستیم که تمام مستضعفین مسلمان های دنیا را فراموش نکنیم، نه فقط مردمی فلسطین. بنابراین همه آنها را باید دعا کنید اقلا، و دعاتون هم اجابت شود. برای دعاتون اجابت شدن اقل شما از بالای خودتان مهنت کنید، رزقتان حلال باشد و مهنتتان حلال باشد و سزاوار باشید که الله تعالی یک کف دعای شما قبول کند. شما با همین فایدهتان میرسد برای مسلمان. لیکن امروز دعا میکنیم، دعا ما قبول نمیشد. برای چی؟ برای اینکه یک دنیا مانعه های اجابت دعا را داریم. یک صحبت داریم برای چی دعا قبول نمیشد. 6-7 حدیث ها رو ذکر کردیم که همین عمل ها سبب میشند که دعای بنده قبول نمیشد. همون عمل ها رو اگر خودتان برطرف کنید و یک شخصیتی مستجاب الدعوت شوید، شخصیتی که دعای شما قبول میشد، الکی شما فایدتان به یک دنیا مردم میرسد. الله تعالی کمبودی های ما را عفو کند، گناه های ما را مغفرت کند، کمبودی های ما را جبر کند و ما را به راه راست، برای صراط المستقیم هدایت کند.